گفتم مامان اگه تمام اون افتادنها برای این بودن که من الان اینجا وایستم چی؟ اگه باید تمام اون رنجها رو میکشیدم و تمام اون شکستها و شکستنها رو تجربه میکردم و تمام اون اشکا رو میریختم تا زودتر بزرگ شم چی؟ اگه باید تمام اون تجربه‌های دردناک و پشت سر میذاشتم تا عمق پیدا کنم، بیشتر بفهمم، عاقل‌تر بشم، اگه لازم بوده با اون اتفاقات و آدمای ناخوشایند مواجه بشم تا دنیا رو بهتر بشناسم و محتاط‌تر باشم و پخته‌تر رفتار کنم چی؟ گفتم مامان هیچ چیز تو دنیای هیچ کس بی حکمت نیست. من ممنونم از تمام رنجا و سختی‌ها و حتی ممنونم از اونا که منو شکستن یا آزار دادن. تو بابتشون غمگین نباش عزیزم. همه چیز لازم بوده، مثل پازلی که کنار هم چیده شده تا من به نما و بنای نیمه کاره امروزم برسم. آدم شاید از چند تا تیکه پازلم خوشش نیاد، اما تمام تیکه ها کنار هم تصویر محکم و بی‌نقصی رو میسازن که اگه همون تیکه های نخواستنی هم نبودن ایجاد نمیشد. گفتم قصه نخور مامان، هر کس به شکلی در جهان درس پس میده و رشد میکنه و بالاتر میره. هر کس به شکلی تاوان آرزوهاشو میده. نمیشه که بدون رنج و تاوان به مقصد رسید. نمیشه که آسوده و راحت بود و رشد کرد. تمام اشتباهات و مشکلات لازم بودن تا من امروز اینجا و در این نقطه ایستاده باشم. شبیه به ظرفی که با ضربه های تیشه عیار پیدا میکنه، حالت میگیره و کامل شده.